بولونیا مرکز استان امیلیا رومانیا که به دانشگاهش که قدیمی‌ترین دانشگاه جهانه، غذای خوبش و رنگ قرمز مسی ساختموناش مشهوره. مرکز تاریخی این شهر با دیوارهای کهن از بقیه شهر جدا شد و شکلی مانند الماس قیمتی به خود گرفت. پیازا ماجوره یا میدون اصلی که قلب و بزرگترین میدون بولونیا است و کلیسای جامع سن پترونیو در آن واقع شده که نصف آن با مرمر ساخته شده ولی به دلیل جنگ بقیه آن نیمه ساخته باقی مانده و آجرهایش دیده میشه. عجایب هفتگانه بولونیا. این 7 افسانه از سخنان و شایعات رایج بین مردم در سالیان پیش توسط یک اسپانیایی گردآوری شد که البته بیش از 7 است. با هم میخوایم عجایب هفتگانه بولونیا رو ببینیم. با ما همراه باشید. مجسمه‌ای که پشت سر من می‌بینید مجسمه نپتون، نماد خدای دریا و یکی از سمبول‌های بولونیا هست. این مجسمه که در اواسط قرون وسطا 1500 میلادی توسط جامبولونیا ساخته شده، مجسمه بسیار زیباییه که یکی از عجایب بولونیا هم هست. چرا؟ الان بهتون میگم. جزئیات خیلی جالبی داره. مثلا آرم ماشین مازراتی از چنگکی که دست این مجسمه هستش الهام گرفته شده، به خاطر اینکه این ماشین در این کشور، در این شهر برای اولین بار ساخته شده و خیلی مجسمه دقیقی از لحاظ آناتومی یونانی و آناتومی روم واسطا، ولی به خاطر اینکه سیستم مذهبی اون زمان یه مقداری بسته بوده و کلیسا به شدت اذیت می‌کرده هنرمندا رو، از جامبولونیا خواستن تا آلت تناسلی این مجسمه رو کوچیک درست کنن. ولی نکته‌ای که این مجسمه داره و به عنوان یکی از 7 عجایب شهر بولونیا ازش یاد میشه اینه که از یک زاویه نزدیک به سالا بورسا یا کتابخونه مرکزی این شهر به صورتی دیده میشه که انگشت شست این مجسمه شبیه آلت تناسلی بسیار بزرگی برای این مجسمه شده که این هم یکی دیگه از هوشمندی‌های جامبولونیا بوده. این فواره از اوایل سال 2016 تا 22 دسامبر 2017 مرمت گردید. یکی دیگه از عجایب بولونیا این بولتون دل پودستا هست. اون هم این دیوارهایی که اینجا می‌بینید. این بنا که مربوط به قرون وسطا هست به سبکی ساخته شده که اگر شما در یکی از کنج‌های این دیوار صحبت بکنید در کنج دیگه قابل شنیدن است و این خیلی نزدیک و شبیه به یکی از بناهای توی اصفهان ایران هست. لطفاً کامنت بذارید اسمش رو. مرسی. گفته می شود از این دیوارها برای اعتراف گرفتن استفاده می شده. ما در خیابون پیلا هستیم و پنجره کوچکی که پشت سر من می‌بینید لا فینسترلا دی ویا پیلا هست. این پنجره به پنجره‌ای به ونیز کوچک ختم. یکی دیگه از جاهای دیدنی بولونیا هست. یه نگاهی به ونیز کوچک بندازید. بولونیا شهری است به روی آب و کانال‌های آبی از زیرش جریان داره.
یکی دیگه از عجایب هفتگانه بولونیا 3 تیری هست که در سقف این بنا خورده. این تیرها که از کمان رها شده به اسم لتره فرچ دیکورت ایزولانی شناخته میشه. از لحاظ تاریخی قسمت چوبی این بنا مربوط میشه به سال 1400 و این تیرها افسانه‌ای هست که این 3 تیر توسط 3 دزد و قاتل زمانی که میخواستن مرد ثروتمندی رو هدف قرار بدن در طبقه 3 این بنا، زن برهنه‌ای رو میبینن که زن شروع به جیغ زدن میکنه و اینها تیر رو در سقف میزنن. پیازا سانتو استفانو که 7 کلیسا یا لست کیزه در آن واقع شده، گفته می شود رازهایی در سردیس‌های جن و پری کنار آن وجود دارد. در تقاطع خیابان ریتزولی و ایندیپندنسا که به معنای خیابان استقلال هست و روی سقف 3 نوشته می‌بینید که هر کدوم از این نوشته‌ها یک معنی داره که این هم مربوط به قرون وسطا میشه. نوشته‌ها به زبان لاتین هست و ترجمهش میشه نان به عنوان زندگی، کانابیس یا کنف شاهدانه که در استان امیلیا رومانیا تمام محصولات مرتبط به آن از جمله پوشاک ساخته می شود به عنوان محافظت و شراب به عنوان خوشحالی. البته الان محصولات مخدری کانابیس هم قانونی شده است و استفاده از این مواد مخدر در حد مجاز آن هیچ اشکال قانونی ندارد. ساختمانی که پشت سر من می‌بینی که الان منظور تجاری داره و H&M درش فعالیت میکنه، با معماری وینی کار شده و بین بقیه معماری‌های بولونیا خیلی فرق. ما در کنار 2 توری هستیم یا 2 برج، یکی دیگه از سمبول‌های بولونیا. این برج به اسم تور دلی ازینلی یا برج ازینلی و این یکی تور گریزنده، برج گریزنده هستش. این برج که اندازش 97 متر و 20 سانتی متر هست، بلندترین برج قرون وسطا 498 پله داره. در افسانه ها اومده که اگر از پله های این برج قبل از فارغ التحصیل شدن بالا برید دیگه قادر به فارغ التحصیل شدن نیستید، ولی خب خوشبختانه این یه افسانه است فقط. و یک افسانه دیگه برای این برج اینه که پسری عاشق دختر پادشاه میشه، پادشاه این برج رو درست کرده بوده. اون پسر برای اینکه بخواد دختر پادشاه رو داشته باشه برجی بلندتر از اون درست میکنه و اجازه ازدواج با دختر پادشاه رو. گفته می شود این برج در یک شب توسط ارواح ساخته شده است. افسانه دیگری هست که کوزه شکسته جادویی در بالای این برج به چشم می خورد. ولی برج گریزندا که کمی هم کج است، چیزی شبیه به برج پیزا، نوشته‌ای به زبان لاتین بر روی آن هست که مرتبط به کتاب دانته آلیگیری، نویسنده معروف کتاب‌های کمدی الهی زاده فلورانس است که مدتی در بولونیا زندگی می‌کرده. مکانی که پشت سر من می‌بینید ساختمان شماره 33 خیابون زامبونی هست که یکی دیگه از عجایب بولونیا به اسم پانوم رزیس، یعنی مقاومت نان در لغت و به معنای اینکه علم پایه و قلب تصمیم گیری هست در اینجا قرار داره. گویا این فقط یک شایعه و افسانه‌ای بیش نیست و چیزی بیشتر به حالت یک گفتار اسطوره‌ای است. کلاً بولونیا شهری است که به طاق‌نماها یا پورتیچی معروف است و گفته می شود از بولونیا تا سن لوکا
مکانی واقع در غرب مرکز تاریخی بولونیا، 666 طاق‌نما وجود دارد که مسافتی بالغ بر 3796 متر را شامل می شود. در افسانه‌های کهن و صحبت‌های رایج بین مردم، بیشتر مسائل حول عشق به دختری و زیبایی‌های دختران الهه‌وار بوده است، طوری که حتی غذاهای اصلی بولونیا را به ونوس نسبت می‌دهند. مثلا تورتلینی به شکل ناف ونوس ساخته شده و تالیاتله موی او. Che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più. Mi ricordo le strade in cui ti ho promesso che sarai cambiato, ma non ho capito come si fa, non ho capito come si fa, come si fa.